سلام و درود رفقا، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل من. راستش این که واسه اولین ویدیو یکم استرس داشتم و کنم این 17 یا 18 رکوردیه که دارم میگیرم. فکر نکنم اینم سالم در بیاد از آب، ولی خب بالاخره میگیریم، انقدر میگیریم تا بشه. خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل من یا چنل خودمون. تو این ویدیو بذار اول ترنینگ لومباش رو استارت کنم. وسطای حرفام وسطای صحبت هم پلی بدیم، هم حرف بزنیم. پینگمون هم که ماشاءالله عالیه. بنازم دمش گرم، دم ایران گرم، دم مخابرات گرم. عشق منن. خب آقا میخوام یکم مواد اول از همه اینو بگم آجی، من واقعا نمیتونم دوتا کار رو با هم انجام بدم، هم حرف بزنم هم حواسم به گیم باشه. اصلا یه کار خیلی سختیه واسم، خیلی طول میکشه فکر کنم تو عادت کنم. میدونید دارم تته میکنم و کلا آره از جا سوتی میدم به خاطر اونه. خب آقا میخوام کم در مورد فعالیت چنلمون با هم صحبت کنیم که مثلا فعالیت چجوری باشه. خودم به هدف این که کلا استریم بخوام بذارم این چنل رو زدم، نه اینکه فقط استریم باشه، نه استریم ویدیوهای لانگ هر 4-5 روز 4-5 روز که نه خیلی زیاده، هر 3 روز 2 روز بالاخره میذاریم، باید بذاریم کلا طوری که باید ویدیو لانگ داخل چنل باشه. مثلا اینجوری نیست که چی نذاریم. و اینکه خودم خیلی نظرم روی اینه که چنل استریم تور باشه دیگه، اونش بستگی به شما داره که شما هم نظرتون اینه که فقط استریم بذاریم و لانگ ویدیو کمتر بذاریم یا استریم بیشتر بذاریم لانگ ویدیو کمتر بذاریم. نمیدونم دوتاش هم شبیه هم بود گفتم یا چی میگم، کلا تمرکز ندارم روی چی. و آره دیگه چی میمونه بگم دیگه، واقعا چی میمونه بگم. بقیه‌شو گیم پلی نگاه کنید. حرفم تموم شد. چند ثانیه گذاشتم ویدیو. میگم اولش هم میخواستم بگم نمیخوام ویدیو رو زیاد طولانی کنم، و آره بعد چند سال فعالیت فکر کنم برگردیم ویدیو نگاه کنیم وای اولین ویدیوی چنل چقدر استرس داشتیم فلان بسار دیگه. تا اونجا خیلی مونده ولی خب بالاخره میرسیم بهش و میتونه کنم. بقیه‌ش هم گیم پلی ببینیم آقا، راند آخره گیم پلی از من به شما میرسه. بیا بیرون. وای تو رو خدا فشار نده، تو رو خدا من فشار دادم. اوه آقا این دستم بازی کنیم و دیگه بالاخره از شما خداحافظی کنیم، از شما بای بای کنیم. کل این ویدیو برو خونتون. خب آقا گیم پلی ما هم تموم شد دیگه، سخنی نمیماند واقعا دیگه، حرف زیادی ندارم واسه اولین ویدیو، نمیخوام هم زیاد طولانی شه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و این چیزا هم فراموش نکنید. تا ویدیوهای بعدی، اینجاش خیلی تمرین کردم. تا ویدیوهای بعدی بدرود.